بله سلام علیکم بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم. علیکم. خوبه؟ سلامت باشید بفرمایید. خوبی انصاری؟ زنده باشید. آقای انصاری عزیز، من یک هفته پیش سوال از شما کردم که پیامبر فرموده باشه این تو رو کنفیگ مطلقه کتاب بلا و سنتی، ولی متاسفانه شما سند صحیح نیاوردید. آیا شما بله؟ جانم. خب شما ببینید آقای محترم آقای محترم گوش کنید، حرف منو گوش کنید. هفته قبلم که در این مورد بحث کردیم آقا، همین کتاب الله و عترتی، همین مذهب اهل بیت و کتاب اللهی که شما بهش انقدر گیر میدید، همین کتاب الله و همین مذهب اهل بیت کجاست؟ نشون بدید به من. بله. کتاب الله کجاست؟ کتاب الله کجاست؟ آقا من کتاب الله و عترتی رو قبول دارم. آقای محترم سر صدا نکن. کتاب الله و عترتی رو قبول دارم. درسته؟ ان تارکون فیکم ثقلین. کتاب الله و عترتی، بسم الله. کتاب الله و عترتی کجاست؟ کتاب الله و عترتی کجاست؟ کتاب مذهب اهل بیت کجاست و کتاب الله کجاست؟ بفرمایید. من سوال من حتما جوابتون رو میدم. من میگم شما چرا رفتید سراغ کسای دیگه ای که نه خدا فرموده نه پیغمبر خدا؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ما دینمون، مذهبمون از قرآن کریم و از سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که همون سنت اهل بیت و صحابه است. چون اهل بیت و صحابه غیر از قرآن و سنت پیامبر چیز دیگری نگفتن و سیدنا علی رضی الله تعالی عنه تشویق کردن به کتاب الله و سنتی. الان شما به عنوان یک شیعه به من که عترتی رو نشون بده که مذهب اهل بیت کجاست که من برم از این مذهب مستفید بشم. ثانیاً این کتاب الله رو به من نشون بده که شماها با کتاب الله چه کار کردید. ببین آقای انصاری، اولا که شما کتاب الله و سنت من گفتم به شما ضعیف و شما و بزرگتر از شما نمیتونه یک سند صحیح در این باره بیاره. این از اولا. دوم، شما گفتید که مذهبتون از کتاب خدا و سنت پیامبر اسلام میگی. بذار صحبت کنم. گفتید مذهبتون از کتاب خدا و سنت پیامبر میگیری. مگه پیامبر نفرمود حضرت علی علیه السلام را جانشین و خلیفه من است و اگر این کارا بکنید همه مردم در بهشت این ادعای شماست. این ادعای شماست. صدقت میدم. این ادعای شماست. شما نشون میدم. حدیث پیامبر رو نقل کنم. چرا میترسید؟ نقل کن. بسم الله. بفرمایید. پیامبر گرامی اسلام فرمود و انتم علیاً ولا علیکم فاعلین تجدون هادیا مهدیا یأخذ. از اول بخون حدیثو. از اول بخون. در مسند احمد حنبل. از اول بخون حدیث رو. از اول بخون حدیثو آقای محترم. از اول بخون. خوندم دیگه. دروغ میگی، از اول نخوندی. از اول بخون. شما نشون بده که من اول نخوندم. شما راست میگی، نشون بده که من دروغ نگفتم. من نشون میدم، لکن شما از اول چرا نمیخونی؟ چرا از اول نمیخونی؟ من میخونم، میگم و انتم علیاً ولا علیکم فاعلین. از اول بخون. از اول حدیث بخون. این همین شما میگه اگه من حدیث رو شما خوندم شما بیا بگوید شما نه، پس چرا کامل نمیخونی؟ حدیثو؟ شما بیارید همین کاملش شما بیارید. الان میارم. دوستان نشون بدن که اینا چقدر دروغگو هستن، این رافضیای خبیث. نشون بدم الان حدیث رو. بسم الله. اینم حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. حدیث از حضرت علی روایت است. عن علی رضی الله عنه قال قیل یا رسول الله من نؤمر بعدک، بعد تو کی رو امیر بگردانیم؟ قال ان تؤمر ابا بکر. این قسمتی رو نمیخون. الان اون قسمت آخری رو میخون. این قسمتی که میگم اولش رو بخون. گوش کن. گوش کن. وسط حرفم نپر. وسط حرفم نپر. حدیثو کامل بخون. اینجا شبکه ولایت نیست که هر چی که دوست داشتید به خورد مردم بدید. شما علمتون رو از قزوینی دروغگو گرفتید. گوش کن. رو اولد میذارم. گوش کن حرف منو.
گوش کن وسط حرفم نپر بیادب، گوش کن حرف منو. ان تؤمر ابا بکر تجدوه امینا زاهدا فی الدنیا راغبا فی الاخره. اگر که ابوبکر رو امیر بکنید آدم امانتدار و زاهد است که به آخرت رغبت داره. و ان تؤمر عمر تجدوه قویا امینا لا یخاف فی الله لومة لائم. اگر که عمر رو امیرتون قرار بدید آدم امین است که در راه الله از هیچ کس نمی ترسه، از ملامت هیچ ملامتگری نمی ترسه. و این تؤمر علیا ولا اراکم فاعلین. و اگر که علی رو امیر بکنید که فکر نمی کنم این کارو بکنید، تجدوه هادیا مهدیا یاخذ بكم الطریق المستقیم. شما هدایت کننده و هدایت شونده است و شما را به راه صراط المستقیم می. چرا حدیث رو کامل نمیخونید؟ چرا مثل قزوینی قیچی میکنید؟ همین کلیپو من تو همین برنامه نشون دادم، همین بدبختان ندیدن. احمد جان کلیپش آماده کن یک بار دیگه اینا ببینن. همین کلیپی که قزوینی و قیچی کردن روایت امام احمد در مورد مناقب علی، کلیپشو الان دوباره پخش میکنم تا ببینید. اجازه بده. الان اجازه میدم. بفرم. خب چرا نمیخونی؟ چرا حدیث رو کامل نمیخونی؟ آقای محترم سوال منو جواب بده. سوال منو جواب بده. سوال منو جواب بده. سوال منو جواب بده. چرا حدیث رو کامل نمیخونی؟ اجازه بده. ابوبکر اگه راغب در دنیا باشه برای مسلمان‌ها اصلا هیچ منفعتی نداره. آقای محترم شرح حدیث رو بذار کنار. شرح حدیث رو بذار کنار. شماها چرا خیانت میکنید؟ گوش کن حرف منو. شماها چرا خیانت میکنید مثل قزوینی؟ روایت رو چرا کامل نمیخونید؟ بابا روایت رو من بهت میگم که روایت کامل بخون. گوش کن پسر خوب، سر صدا نکن، شلوغ نکن. گوش کن حرف منو. چرا میگی که این روایت از اولشه؟ چرا دروغ میگی؟ خجالت نمیکشی؟ چرا دروغ میگی؟ میگم که روایت رو از اول بخون. میگه از اولشه. چرا دروغ میگی؟ آیا در دین مبین اسلام دروغ گفتن جایزه؟ یک لحظه الان رو هولد باش کلیپو یک بار دیگه پخش میکنن تا اینکه کلاه شما این چیزها رو درک بکنه. اینا میدونید این باقری و شریفی و مثل اینا که سر و صدا میکنن، اینا علمشون رو میرن از شبکه ولایت میگیرن، از دروغگویی به اسم قزوینی. کلیپو ببینید چون همین حدیثی رو که ذکر میکنه ما کلیپشو در اول برنامه پخش کردیم، همه این احمقا ندیده بودن. ببینید ما قزوینی و قیچی کردن روایت امام احمد در مورد مناقب علی رضی الله عنه. آخوند قزوینی یا همان آیت الله مقراض روایتی را از مسند امام احمد ذکر می کند که در آن ویژگی های خلفای راشدین در تولی امر حکومت از زبان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بیان شده است. اما این آخوند بخش نخست روایت را که به ضرر اوست نمی‌خواند و سعی می‌کند با قرائت بخش دوم علی رضی الله عنه را اولای به امامت از ابوبکر و عمر رضی الله عنهما بداند. ببینید احمد ابن حنبل در متوفای 241 روایتی رو نقل میکنه، سند روایت هم 100% صحیح عرض میکنم. میگه و این تؤمروا علیا ولا اراکم فاعلین. اگر علی را امیر خودتون قرار بدید گرچه میدانم نمی کنید، او هم هدایتگر هم هدایت شده است. یأخذ بکم الطریق، شما را به زور هم که باشه در صراط مستقیم قرار میده. این هم صفحه کتاب را عزیزان ببینن. در ابتدای این روایت آمده است گفته شد یا رسول الله چه کسی بعد از شما امیر خواهد شد؟ فرمود اگر ابوبکر را امیر خود قرار دهید او را پارسا در دنیا و مشتاق آخرت می‌بینید و اگر عمر را امیر خود قرار دهید او را قوی و امین خواهید یافت که در راه خدا از هیچ چیزی نمی هراسد.
اما آخوند مقراض با وقاحت تمام این بخش را قیچی می کند. جناب آیت الله قیچی به خوبی می داند که خواندن بخش نخست روایت تیشه به ریشه باورهای اوست و وجه استدلالش به این روایت را زیر سؤال می برد. لذا دست به چنین خیانتی می زند. فلانی روایات ما را صدرش میخوانه، ذیلش نمیخوانه، چنین و چنان و سر صدا ایجاد کردن، ما دروغگوی ماهر و مکار. حالا بفرمایید مردم قضاوت کنن، ما هیچی نمیگیم. ما نمیگیم اینها دروغگو هستن، مکار هستن، ماهر هستن، چی هستن. خود دوستان بیننده شیعه و سنی ما روایت را آوردیم رو آنتن، آقایان دیدن. سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی. واقعا یک شعری است در عربی خیلی جالبه. البته این یک بیت شعر در 3 روایت در این مورد هست. میگه که اذا کان الغراب دلیل قوم سیهدیهم الی دار الخراب، اگر که کلاغ راهنمای قومی باشه اونا رو به خرابخانه میبره. میگه که اذا کان الغراب دلیل قوم یمر بهم علی جیف الکلاب، اگر که کلاغ راهنمای قومی باشه اونا رو به لاشه مرده سگها راهنمایی میکنه. 3مین روایت میگه که اذا کان الغراب دلیل قوم فلا فلح ولا فلح الغراب، اگر که کلاغ دلیل قومی باشه، راهنمای قومی باشه، نه خودش دستگار میشه نه کسایی که به دنبالشون. این جناب آیت الله دکتر پروفسور چرتکه، به قول آقای باقری پروفسور قزوینی چرتکه، این بدبخت بیچاره از 1000 تا 1100 بلد نیست یک شماره بشماره. 10 مرتبه تکرار میشه، از 1000 تا 1100 نمیتونه یک شماره انتخاب بکنه. این اومده برای مردم میخواد علم، دین، مذهب رو اگر این است آیت الله پروفسور شما رو یمر بهم علی جیف الکلابی، شما رو به لاشه مرده سگها راهنمایی میکنه. آه